سلام، به اولین مینی ولاگ من خوش اومدین. بیاین تا بگم امروز چه اتفاقاتی افتاد. من بعضی روزا که از صبح زود کلاس دارم، این هفته 45 دقیقه، مجبور میشم که صبحانه‌مو از شب قبل آماده کنم، چون وقت نمی‌کنم که صبح زود بیدار بشم و به همه کارام برسم و لقمه و اینام آماده کنم. مترو هم که فعلا تا 20 رایگان نیاز به بلیت نیست. اولین کلاس من بیوشیمین بود که خیلی هم کلاس شلوغی بود، به زور جا پیدا کردیم. بعد از اونم با دوستم رفتیم کتابخونه تا دنبال کتابی که استاد معرفی کرده بود بگردیم، ولی هر کتابی پیدا کردیم الا اونی که استاد گفته بود. بعد الان اینجا اومدیم قسمت کتابای پزشکی و آناتومی و اینا رو داریم نگاه میکنیم. خیلی کتابای واقعا قشنگه، ولی خب خیلی حساس بودن که با خودمون نبریم، بر نداریم، یا ما که این رشته نیستیم توی این قسمت از کتابخونه داریم چی کار میکنیم. بعد کلاس دومم تشکیل نشد. دوستم اومده بود دنبالم و طبق معمول ناهارایی که خودش پخته بود آورده بود. کلاس دومم چون دیگه تشکیل نشد، ما خیلی زود برگشتیم به سمت خونه.